مسیر قلعه ضحاک بسیار مهیج و زیباست. از تونل قطار رد میشیم، از کنارمون قطار رد میشه، با کلی هیجان و آدرنالین کلی مناظر زیبا میبینیم، از روی ریل قطار رد میشیم. این حصار سنگی مانع اصلی حمله به داخل دژ بوده. از پله‌های سنگی میریم پایین، از همچین تونل‌های سنگی زیبا و خاص رد میشیم. دژ ضحاک یا قلعه ضحاک پیشینی تاریخی بیش از 2000 ساله داره. در 20 کیلومتری جنوب شرقی هشترود در استان آذربایجان شرقی در ارتفاع 1800 متری از سطح دریاهای آزاد واقع شده. نام محلی این مکان تاریخی نارینگال است. برای دوره اشکانیان این بنای زیبای تاریخی از دژهای مهم ماتا و مانیایی‌ها بوده. این قلعه از 3 طرف مشرف به پرتگاه و دیوارهای اون کنده‌کاری شده. در این قلعه مخازن سنگ، آب انبار، آسیاب، سالن شورا، حمام و ده‌ها آثار دیگه وجود داره. خلاصه که شدیداً توصیه میکنم حتما این قلعه رو از نزدیک ببینید و به دوستاتون هم پیشنهاد بدید.